خب امروز میخوایم راجع به سبک‌های مختلف معماری صحبت کنیم. چرا؟ چون ویدیو معماری خیلی استقبال شده ازش. خیلی عالی. خب الان بیایم سبک‌های معماری کلی بررسی کنیم. اولیش یعنی 10 تاست. اولیش کلاسیکه. پارتنون یونانه که کلا معماری کلاسیک از دوران باستان بوده، بیشتر هم توی یونان و روم و حالا کشورهایی که قدمتشون بیشتره بوده. یه سری ویژگی‌های معماری که داره ستون‌هاشه که یه سری ستون‌های خاصی رو داره، مثل ستون‌های دوریک و ایونیک. اینا یه مدل ستون‌هایی هستن که توی سبک کلاسیک بیشتر به چشم میاد. همچنین حالا یه ویژگی خیلی واضح دیگه هم که داره اینه که معماریش متقارنه، یعنی نهایت قرینگی و نه شلوغ هست، خیلی هم شلوغ هست، جزئیات داره. آره ولی مثلا هندسه‌شون دقیقه، مثلا از هندسه طلایی استفاده میکنن، نمیدونم خیلی از هندسه اعداد استفاده میکنن توی معماری کلاسیک. آره بعدی هم کلیسای روتردام سبک گوتیک. آره معماری گوتیک معماری که برای دوران قرون وسطاست، دوران کلیسا و اینا، که حالا توی اون دوران کلا می اومدن قوس‌ها رو نوک‌تیز میساختن. کلا یه سبکیه که خشونت داره. مثلا اگه کلیساهای اون دوران نگاه کنیم همشون یه عظمت عجیب غریبی داشتن. آره دقیقاً. و خیلی جزئیات دارن. توی مثلا بعضی از کلیساها پنجره‌های بزرگ رنگی دارن دیگه، مثلا چی میگن سازاش بیشتر سنگیه، ولی خب این سنگی ها هم باز خیلی جزئیات داره دیگه. دقیقاً مثلا هم کلیسای نوتردام دیگه، یا حالا کلیساهای دیگه هم معروفه دیگه، همه تقریبا کلیسای روتردام دیدن. این کلیساهای بزرگ اصلا همشون مربوط به دوره گوتیکن. بعد سومی رنسانس. من مثالی ندیدم، اگه مثالی هم داری. معماری رنسانس ما میتونیم کلیسای سانتا ماریا دل فیوره ببینیم که چه اسمی داره، برزیل و باشه. نه یادم نمیاد کجا برزیل. و بعد این سبک معماری از قرن 15 و 16 شروع میشه، قرن 15 16 میلادی، که حالا سبک ساخت و سازش برمیگرده 400 سال پیشتر. آره دیگه، سبک ساخت و سازش برمیگرده به دوران کلاسیک، یعنی مثل سبک کلاسیک هندسه و تقارن رو توی خودش داره. بعد گنبد و ستون‌های کلاسیک هم داره که گفتیم ستون‌های کلاسیک چیا بودن، هندسه‌ش هم دقیق و هماهنگ دیگه. بعد توش هم توی اون دوران خیلی هم مجسمه سازی رونق زیادی گرفته بود. بعد چهارمی باروک، کاخ ورسای. باروک آره مثالش کاخ ورسایه که باروک حالا معروفه بگم اکثرا شاید شنیده باشی. همشون معروفه، یعنی خب بالاخره تو بیشتر نگاه بکنی توی همه سبک‌ها میشناسی. باروک از اواخر قرن 16 تا اواسط قرن 18 میلادی کلا شد چی میگن کار کرد. حالا جزئیات و تزیینات پیچیده خیلی داره، گنبدها و قوس‌های بزرگ و عظیمی داره. بعد میان توی این سبک معماری هم از نور زیاد استفاده میکنن برای اینکه بیان سایه‌های حالا دراماتیک و اینا ایجاد بکنن. بعد نئوکلاسیک، پنجمی نئوکلاسیک. معماری نئوکلاسیک از اواخر قرن 18 تا اوایل قرن 19 چی میگن؟ اینم جدیده تقریبا، میگم نئوکلاسیک. ببین نمیشه گفت جدید آخه. 200 سال پیش نمیتونم درکم، چون بالاخره 200 سال پیشم جدید نیست باز نسبت الان. نسبت بقیه دارم. آره کلا نئوکلاسیک هم ببین معماری کلاسیک بود ولی با جزئیات و تزیینات کمتر، یعنی روی سادگی چی میگن اجزا و هندسه‌شون تاکید داشت. آره دقیقاً میگم مثل کلاسیک بود ولی خب اومدن ساده ترش کردن کلاسیکو دیگه. یه نمونهش هم میشه نمیدونم گفتم نمونهش نه گفتم میشه پانتئون فرانسه. آره ششمی هم مدرن. معماری مدرن اوایل قرن 20 تا میانه قرن 20 بود، یعنی حدوداً 40-50 سال. آره خیلی معمارای بزرگی توی این دوران بودن، مثلا لوکوربوزیه، فیلیپ جانسون، بگم بهتون که مثلا لویی کان، اینا معمارایی بودن که توی دوران مدرنیسم اومدن روی کار. حالا کلاً چجوری بود معماری مدرن؟ اینا اومدن فرم‌های متفاوت هندسی رو ایجاد کردن، یعنی کلاً از اون سادگی و هندسه و تقارنی که کلاسیک و نئوکلاسیک داشت در اومدن و اومدن فرم‌های عجیب غریبی، مثلا فرم‌های هندسی متقارن نداشتن استفاده کردن. کلاً انعطاف پذیر بود طراحیاشون. حالا
ساده هم بود. یعنی میگم سادگی یکی از ویژگی‌های محرز مثلا معماری مدرنه، مثلا ویلا ساوا لوکوربوزیه یا مثلا گلس هاوس فیلیپ جانسون که چیزی نیست، یه حجمه ولی خب چی میگن برای خودش خیلی شاخصه. هفتمی هم بروتالیسم، معماری بروتالیسم. آره ببین کلا معماری بروتالیسم یه معماریه که میاد جسورانه همه چی رو بهت نشون میده. یهو میبینی مثلا موادی که داخلش استفاده میشه داخل اون ساخت و ساز یه مواد خامیه، یعنی خالص ازش استفاده میشه. مثلا چی میگن روی ساختار و عمل کردش تاکید داره، خیلی به جزئیات توجه نمیکنه، حالت کلیش توجه میشه. آره مثلا ساختمونه، یکی ساختمان باربیکنه، یکیش هم مجلس ملی بنگلادش که میگم دیگه مثلا یه سازه بتونی ساده میشه. آره. هشتمی پست مدرن که موزه‌های هنر معاصر اسپانیا هم اون سبکه. آره معماری پست مدرن اواخر قرن 20 دیگه اومد روی کار که حالا ترکیبی از معماری‌های سبک‌های تاریخی بود که اومده بود با معماری مدرن ترکیب شده بود. حالا من چیزایی که خونده بودم اینطوری بودش که معمارایی که توی دوران مدرن کار میکردن از این سادگی که مدرنیسم داشت خسته شده بودن، بعد میان با استفاده از حالا عناصر تاریخی و چیزایی که توی سبکای دیگه معماری بود میان اینا رو با هم ترکیب میکنن و حالا یه سبک جدیدی رو ارائه میدن دیگه. توش رنگ داره، نمیدونم طراحیای توش هر نوع سبکی باشه دیگه. آره یه سبک خاصی نیست. آره دیگه میان ترکیب میکنن دیگه. نهمی هم های تک. معماری های تک اواخر قرن 20 تا اوایل قرن 21 اومد. کلا معماریه که میاد عناصر سازه‌ای و به جای که داخل کار بکنه به خارج. یعنی به روی نما میاره. آره ظاهرش که آره دیگه دقیقاً تکنولوژی ها رو میاد همه رو نشون میده. شفاف و چی میگن عملکردها شفافه کاملا. این حالا باعث میشه که ما توی طراحی پلان دستمون باز باشه، یعنی منعطف باشه طراحی پلانمون. و حالا یه نمونه خیلی معروفی که داره همه اینو فکر می‌کنم یه بار تو زندگیشون شنیدن دیگه، مرکز پومپیدو که حالا معمارش هم رنزو پیانو ریچارد راجرز. ریچارد ریاض زیاد شد. آره نمیشد. آره ولی خب من خودم با اینکه خیلی مثلا منتقد دارم معماری های تک ولی من خیلی دوستش دارم. آره دیگه طرفداراشو ببینیم کی طرفدار دارن که طرفدارش نیستن. بعد 10 و آخریش که البته یعنی طبق تحقیقات ماه پایدار یا سبز، معماری پایدار یا معماری سبز که خب معروف تریش خانه آبشار لوید رایت. آره که خب کلا هدف این معماری اینه که به محیط زیست کمترین آسیب زده بشه. آره و حالا مصرف انرژی کاهش پیدا کنه. بعد میان چی میگن کمترین مصالح مسمومی استفاده میکنن دیگه، مثلا روی کاهش ضایعات تاکید دارن. اینا جزو ویژگی‌هاشه دیگه کلا، ولی هدف اصلیش اینه که محیط زیست کمترین آسیب به طبیعت محیط زیست حفظ کنه. حالا اگر بازم شما سبکی میدونید برای ما بنویسید. ایران هم سبک خاص خودشو داره تو معماری. آره دیگه معماری ایرانی هم سبکای خودشو داره، چون بالاخره ما یکی از قدیمی ترین تمدن ها رو داریم دیگه. بله. و خب همین باعث میشه که سبکای معماری زیاد داشته باشیم. 5 تاشو من نوشتم، میگم اگر توضیح چیزی داشتی. آره شروع کن. اولیش پارسی یا پارتی که تخت جمشید و پاسارگاد. آره ببین شیوه پارسی و پارتی یکی از قدیمی ترین خب سبکای معماری ما بوده که کل تمدن ما، تمدن ایران از همینه که دوره هخامنشی و تا ساسانی شیوه ادامه داشت. کلا ویژگی‌هاش یه جوری بودش که چی میگن ستون‌های بلند و باریک زیاد داشته، سرستون‌هاش همشون برجسته بودن. مثلا سرستون تخت جمشید خب خیلی نقش و نگار داره دیگه. بعد کلا هم استفاده بیشترشون از سنگ. دقیقاً مثلا اون تخت جمشید و پاسارگاد. آره دومی هم خراسانی. شیوه خراسانی از قرن اول هجری تا قرن 5 هجری ادامه داشت که حالا بیشتر خوب چیز بوده دوران قشنگ دوران زیادی در بر گرفت. کلا ساده اجراش میکردن، آجر و گچ استفاده میکردن. زمانی بودش که الگوهای مسجد و حیات مرکزی وارد ایران شد که خب میگم دیگه حیات مرکزی داخل این ساختمونا داشتن، گنبدشون ساده بود و مساجد 4 ایوانی خب ایجاد شد که مساجد 4 ایوانی سخت و عجیب نبوده، ساده و مسجدهای عربیه. آره یعنی میشه دورانی که تقریبا سبک عربی وارد مسجد ها شد. حالا مثل مسجد جامع فرهج یزد و مسجد تاریخانه دامغان
که حالا مسجد تاریخان دامغان خیلی ویژگی‌های منحصر به فردی داره، حتما برید خودتون راجعش مطالعه کنید. خیلی قشنگه. سومی هم رازی که برج طغرل نمونه بارزشه. شیوه رازی از قرن پنجم بعد از شیوه خراسانی روی کار اومد و تا حمله مغول‌ها این ادامه داشت. که حالا می اومدن آجرکاری‌های پیچیده و گورچینی‌ها و اینجور چیزا می‌کردن. کاشی‌کاریاشون خیلی جذاب بود. همه گنبدها میومد دو پوسته اجرا می‌شد. ایووناشون هم بلند بود دیگه. دقیقاً مثل برج طغرل و گنبد سلطانیه که خب گنبد سلطانیه خیلی دیگه اون آجرکاری روی گنبد خیلی خوشگله. کاشی‌کاری. چهارمی هم آذریه که مسجد جامع اصفهان. شیوه آذری از دوره ایلخانیان تا تیموریان ادامه داشت که میشه دقیقاً بعد از دوره مغول دیگه، که کلاً کاشی‌های معرق و مقرنس‌کاری توش خیلی رونق گرفت. بناها رو بزرگ، گنبدها رو عظیم می‌ساختن. یکی از بناهای معروفی که حالا توی این دوره خیلی هم رنگ توش تاثیرگذار توی دوره تیموریان ساخته شد مسجد گوهرشاد بود که حالا گوهرشاد یه خانومی بودش که یه نظری میکنه که توی این مکان یه مسجد بسازه. و حالا مسجد جامع اصفهان هم از همین سبکه دیگه. که پنجمی و آخریش هم که شیوه اصفهانیه که مسجد شاه و شیخ لطف‌الله. مسجد شاه اصفهان. بله. شیوه اصفهانی هم دوره صفویه و قاجاریه بود، یعنی آخرین دوره تاریخ ما دیگه. که حالا کلا من کاشی‌های 7 رنگ استفاده می‌کردن، ایوونا رو بزرگ می‌ساختن، گنبدهاشون همشون موزون بود. حیاط‌هاشون وسیع بود و حالا دوره‌ای بودش که باغ ایرانی اومد روی کار. باغ‌های 4 گوشه‌ای که آب وسطشون بود، یک کوشکی داشتن. که حالا مثالش هم دقیقاً گفتی دیگه، مثل مسجد شاه یا مسجد امام اصفهان و مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان. دقیقاً. خب تمام شد الان دیگه چیزی نمونده که؟ نه دیگه. تمام.